سلام دوستان. سلسله آموزش‌هایی رو که در ارتباط با انواع سکه‌های قاجار پهلوی از این بعد میخوام خدمتتون ارائه بدم. این 1 دینار 1310 پهلوی، جنسش هم برنزه. بعد از 1 دینار 5 دیناری ضرب شد بعد از 9 سال که اینا هم از جنس برنزه و اکثرا پشت روی شکلن، فقط اعدادشون متفاوته و پشت هم نوشته حروفیشون، وگرنه همون یه قالبو دارن. بعدش 10 دیناری 1119 که ضرب شد تران شد 1 دیناری 5 دیناری و 10 دیناری برنز. بعدش 25 دیناری ضرب شد تقریبا حدود 1322 به بعد که این 25 دیناری ها با اون 1 دیناری همشون شکلشون یکی بود. و بعدم که دهشه‌ای ها اومدن، ما با این دهشه‌ای ها دیگه خاطره داشتیم. اینا من یادمه آدامس خروس نشان و آبنبات خروسخندی اینا میخریدیم. هوا دوده مریض شده بودم، تازه از یواش یواش داره خوب میشه، گلوم هنوز گرفته است. ببخشید. لطفا این کانال رو سابسکرایب، لایکتون نره به دوستانتون معرفی کنید. به زودی آموزش‌های خوبی رو توی این کانال خواهم گذاشت که به دردتون میخوره و کسب درآمد هم خواهید کرد.